سلام و عرض ادب دارم خدمت علاقه‌مندان به ساز زیبای نی. متین نژاد هستم با معرفی ساز نی کلیددار. من سالها پیش سال 80 تا 84 نی کلیددار رو ساختم. اون موقع اینترنت نبود و من اطلاعاتی در زمینه نی کلیددار آقای عمومی نداشتم و وسیله‌ای رو ته نی اضافه کردم که بتونم باهاش نوت سی رو بگیرم. کار سختی بود چون ابزار نداشتم، نمیدونستم از کجا باید شروع بکنم و اطلاعاتی نداشتم، ولی خب بالاخره با آزمون و خطاهای بسیار زیادی من موفق شدم که سال 80 تا 81 کلید رو بسازم. از 81 تا 83 هم کتابی رو تحت عنوان شیوه نینوازی دوره متوسطه که استاد حسن ناهید بزرگوار، مرحوم استاد حسن ناهید، به بنده کمک کردن که ادیت بکنم. بعضی جاها توی درس ها خطوط اتحاد اتصال ها و ریزکاری هاش رو ایشون راهنمایی میکردن که بنده حقیر اصلاحات رو در طی چند جلسه 3-4 جلسه که رفتم منزل ایشون، سمت تهران پارس بود منزلشون، من این کار رو انجام دادم، ادیت ها رو انجام دادم و سال 84 این کتاب همراه با سی دی وارد بازار شد. این کتاب طراحی شده برای نواخت، یعنی قطعاتی که درش هست برای نی کلید داره، یعنی قطعاتی هستش که بدون کلید خیلی زدنش سخت میشه. نمیگم نمیشه زد، میشه زد ولی سخت میشه. حالا میخوام معرفی کنم که چه اتفاقی میفته وقتی که کلید رو میگیریم، چه اتفاقی میفته که این نوت اضافه میشه. نی تا اینجا بیشتر نیست، یعنی من این کلید رو اگه بکشمش بیرون ببینید که این تا اینجاست، نی 7 بند تا اینجاست. حالا وقتی کلید رو میگذارم تا اینجا، در حقیقت دارم این محدوده رو اضافه میکنم و طول لوله هرچی اضافه میشه فرکانس بمتر میشه. من چند تا ساز ساختم. یکیش این ساز هست که به خاطر اینکه برنجی هست، هم رنگ نی زرد هست، اسمشو گذاشتم نی رنگ، یعنی چیزی که شبیه نی هست و 2 تا معنا داره، به معنای فریب هم هست. و ساز دیگری ساختم که کلیپش هم در یوتیوب هست، اگه بزنید نیلنگ بهروز متین نژاد، ویدیوهای چند سال پیش من میاد که در مورد ساز نیلنگ توضیحاتی دادم. الان میخوام یه قطعه رو با این کلیددار بزنم که دوست عزیزم آقای پوریاقانه زحمت کشیدن اینو با سلیقه با چوب تراشیدنش و از اون طرحی که من سال 81 روش کار کردم شکیلتر و زیباتر هست و از همینجا خسته نباشید خدمتشون عرض میکنم. این قطعه‌ای که چوب این پایینش هست بهش میگن پرده گردون یا متغیر هست. در حقیقت این وقتی که میره داخل صدا میشه سی کرون، وقتی میاد بیرون سی بکار، وقتی تا آخر میره تو میشه سی بکار، وقتی که میاد بیرون تا نصفه میاد بیرون میشه سی کرون. برای زدن سگاه سی کرون استفاده میشه. وقتی که میاد بیرون تا این محدوده میاد بیرون میشه سی بمول که در حقیقت برای اصفهان سل خیلی خوبه و کاربرد داره. حالا الان من میخوام برای شما یه اصفهان سل بزنم و ببینیم که اگر نباشه چه اتفاقی میفته. من اینو یه ذره تنظیمش بکنم که دقیق بشه.
چه کاری انجام میده و چه نوتایی رو میشه باهاش گرفت. کتابی که برای این کلید طراحی شده، یعنی قطعاتی که میشه با نی معمولی زد ولی با نی کلیددار خیلی راحت هست، در قالب 32 درس تکنیکی شیوه نی نوازی دوره متوسطه تا دوره عالی برای علاقه‌مندان در خدمتشون هستم که امیدوارم که بتونه این کتاب براشون مفید باشه. این کتاب همراه با CD صوتی و تصویری هست و میتونه خیلی روی تکنیک نوازندگی عزیزان کمک بکنه. امیدوار هستم که این کلیپ مفید باشه و بتونه کمکی در تکنیک بالا بردن تکنیک نوازندگی نی نوازان عزیز باشه. با امید دیدار شما و کلیپ های بعدی، من آموزش های بعدی رو حتما در خدمت شما عزیزان خواهم گذاشت.